بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت گرامی داشته 29مین سالیاد شهادت بزرگ مرد تاریخ، منادی حق و عدالت، پیام آور وحدت و همبستگی، رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه و یاران با وفایش تقدیم می کنم. روزگاری که وطن را خاک غم پر کرده بود، رد پای خیس باران چون گلی خشکیده بود. روزهای جنگ بود و غارت و بیچارگی، یک به یک دیوارهای باورم لرزیده بود. از هویت و از اصالت زخم‌ها سلسال داشت، قامت سبز عدالت شاخه‌ای فرسوده بود. آن زمان که نام میهن جایگاه درد شد، قومیت‌ها آتشی بر یکدیگر گسترده بود. آمد آن کس که کلامش واژه‌های مهر بود، زخم‌های ملتی را در خودش حس کرده بود. پادشاهی که ز تخت و سیم و زر چیزی نداشت، پادشاهی که ز تخت و سیم و زر چیزی نداشت، همنشین عده‌ای از مردم غم دیده بود. داستان ظلم و تبعیض و ریا هم رنگ باخت، نوری از حق و عدالت بر وطن تابیده بود. او مزاری بود و نامش اسوه ایثار بود، او مزاری بود و نامش اسوه ایثار بود. او به شام تارمان خورشید را بخشیده بود. رهبر آزادگان سرزمینم پر کشید، رهبر آزادگان سرزمینم پر کشید. قهرمانی که فراقش رنجها آورده بود. تیر تکفیر و ریا قلب عدالت را شکافت، غافل از آن که حقیقت جاودان و زنده بود. در لباس زهد و تقوا باز تزویر آمده، در لباس زهد و تقوا باز تزویر آمده. از ازل رخت تظاهر جامه‌ای پوسیده بود. جای حق این روزها خالی تر از هر برهه‌ای است، جای حق این روزها خالی تر از هر برهه‌ای است. کاش باران بار دیگر در خزان باریده بود. حال امروز وطن چون زخم‌هایی کهنه است، حال امروز وطن چون زخم‌هایی کهنه است. کاش دنیا درد ما را ذره‌ای فهمیده بود.